سلام. تا حالا شد عجله داشته باشی سری به سراغ وزنه‌ها و دویدن و بعد حس کنی یه جای کاری نمیره؟ همه ما وسوسه شدیم که از گرم کردن بگذاریم، فکر میکنیم وقت تلف کردن، اما اگه بهت بگم این چند دقیقه صرف جویی میتونه کل برنامه ورزشی نابود کنه. امروز قراره در از 3 دقیقه بفهمیم چرا گرم نکردن قبل از ورزش بدترین تصمیم است که میتونی بگیری. بدن ما چطور کار میکنه؟ عضلات سرد مثل یک کش لاستیکی هستن که توی فریزر بود و صفر کم انعطاف و آماده پار شدن. با گرم کردن اول از همه دمای مرکزی بدن بالا میره، خون بیشتری به عضلات میرسه و اونا رو پر از اکسیژن و مواد مغزی میکنه. به این میگن افزایش گردش خون. دوم، مفاصل. گرم کردن باعث میشه مایع به نام مایع سینوویال داخل مفصل ها روانتر بشه، مثل روغن موتور برای ماشین. اگه نباشه سایش و درد شروع میشه. خطر شماره 1: کاهش عمل کرد. وقتی گرم نمی کنید سیستم عصبی عضلانی شما آماده نیست. یعنی چی؟ یعنی قدرت، سرعت و استقامتتون تا 20% کمتر میشه. تمرین شما بیکیفیت میشه. و اما فاجعه، بزرگترین خطر گرم نکردن آسیب دیدگی است. وقتی به عضله سرد فشار میارین، احتمال کشیدگی پارگی های کوچک یا حتی پارگی کامل عضله، یک کشیدگی ساده میتونه شما رو چند هفته از ورزش دور کنه. خطر شماره 2: کمر درد و زانو درد. گرم نکردن باعث میشه فرم صحیح حرکت رو حفظ کنید. بدن به جای عضلات اصلی از عضلات کمکی استفاده میکنه و این شروع دردها در زانو، کمر یا شانه است. پس یادت باشه گرم نکردن یعنی عملکرد پایین‌تر به اضافه احتمال بالای آسیب، دوری طولانی از ورزش. به ریسکش نمیارزه. راهکار ساده: روتین گرم کردن 5 الی 10 دقیقه مثل درجا زدن، حرکات کششی و چرخشی تمام کاری هست که باید انجام بدی. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب رو بزن.